آها. با سلام. طرز تهیه قارچ شکمپر به روش ساده و سریع. برای اینکه قارچ شکمپر رو تهیه کنیم به موارد قارچ به اندازه 10 عدد، سبزی جعفری به اندازه کافی، 150 گرم پنیر پیتزا، 80 گرم رب گوجه فرنگی، 200 گرم گوشت چرخ کرده گوساله و فلفل دلمه‌ای متوسط. پیازم اینجا یه متوسط کافیه و ادویه که من استفاده میکنم فلفل سیاه و نمک. حالا دوستان عزیز و بینندگان عزیز، تا اینجا برنامه سابسکریت یادتون نره و با لایکتون ما رو حمایت کنید. برای شروع یک عدد قارچ رو بر میداریم و این قسمت دگمه‌ای قارچ رو خیلی راحت با یک فشار در میاریم و داخل این قارچ رو به وسیله قاشق یه مقدار خالی میکنیم. به این صورت که تو تصویر میبینیم. اینا رو دور نمیریزیم و از اینا استفاده میکنیم. بعد از اینکه قارچامون رو داخلش در آوردیم یک عدد پیاز متوسط رو بر میداریم به صورت نگینی خورد میکنیم. این پیازمون رو میریزیم کجا؟ توی مایتابه. روغن میریزیم تو مایتابه. روغنمون رو که ریختیم زیر گازمون رو روشن میکنیم. پیازمون رو میریزیم. بعد شروع میکنیم برای تفت کردنش. منتظر میشیم پیاز تا یه مقدار تفت بخوره. خب بعد از اینکه پیازمون به این حالت شد گوشتمون رو اضافه میکنیم و قشنگ با پیاز تفت میدیم. چرا این موقع میریزیم؟ به خاطر اینکه پیازمون بیش از حد نسوزه و گوشتمون با این تمدار بشه. ادویه هم که الان فقط میخوایم بریزیم تو این، خب سلیقه خیلی ها خیلی چیزا میریزن، کاری میریزن، دارچین میریزن. البته چیزی که من میریزم و این خب شخصیه، فلفل سیاه، نمک، زردچوبه، به خاطر اینکه طعم و بوی این گوشت رو بگیره و خوشمزه میکنه و مزه گوشتم از بین نمیبره. خب اینجا بعد از اینکه فلفل رو اضافه کردیم یه مقداری زردچوبه به خاطر رنگش، نمک به مقدار لازم، خب حالا رب گوجه‌مون اضافه میکنیم که 80 گرم بود.
خورده‌های قارچی که در آورده بودیم قبلا و خرد کرده بودیم. حالا اینجا میایم یه مقدار آب بهش اضافه میکنیم به خاطر اینکه گوشتمون سریعتر بپزه و مغز پخت بشه. خب اینجا در مایتابمون رو میذاریم به مدت 5 دقیقه میذاریم قشنگ گوشت پخت بشه. تو این فرصت میایم جعفریمون و فلفل دلمه‌مون رو آماده میکنیم. جعفریمون رو میگیریم خرد میکنیم. گوشتمون که به این حالت و آب انداخت و پخت شد آماده است برای گذاشتن داخل قارچ. البته ما میذاریم یه مقدار خنک بشه و از این گرماشون بیفته. خاموش میکنیم زیر گازو و اجازه میدیم یکم از گرماش بیفته و خنک بشه. تو این فاصله فرمون رو توی 180 میذاریم تا قشنگ گرم بشه به مدت 1 ربع، چون اگر گرم نشه قارچمون آب میندازه. بس 1 ربع جلوتر فرمون رو میذاریم روی 180 حسابی گرم بشه تا قارچمونی که گذاشتیم داخل آب نندازه. خب وقتی که گوشتمون خنک شد و آماده شد موادمون، همه اینا که گفتم فکر کنم 6 یا 7 دقیقه طول کشید. این سینه‌مون که آماده است برای فیلم یه مقدار فقط در حدی که چرب بشه روغن میذاریم بهش. وقتی چرب شد قارچایی که از قبل توشون خالی کردیم خب و میگیریم شروع میکنیم به مواد زدن. خیلی آهسته موادشو بهش میزنیم و میزنیم اینجا. بقیه‌شو قطع کن بگیرم. گرفتی الان؟ خب وقتی گوشت رو داخل قارچ قرار دادیم فلفل دلمه‌ای و پنیر پیتزا و یه مقدار جعفری میذاریم اینجا و بعدی پنیر پیتزا دستمون رو مشت میکنیم که قارچ نشکنه و فلفل دلمه. خب اینجا وقتی ما قارچامون رو با مواد پر کردیم و فرمون هم آماده کردیم حسابی داغ شد، حالا میبریم سیمونمون رو داخل فر قرار میدیم. خب این هم داخل فر، در فر رو میبندیم و دماش هم روی 180 گذاشتیم به مدت 1 ربع. تمام. خب اینم قارچ شکمپر آماده. نوش جونتون.